برای این دنیا شده شما دین و آیین تا نمیفروشین. برای این دنیا شده شما با یک برادر مؤمن محاربه میکنین. این معجزه پیغمبر بود. وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتن فتنه ها سر شد، جنگ ها بین مسلمان ها شروع شد، صدها هزار صحابه های پیغمبر بین مسلمان ها بین یکدیگر کشته می شدند. رسول اکرم گفتن از این من میترسم از شما، از دجال دیده از محبت دنیا بر شما میترسم. امروز محبت دنیا بر بسیاری بندگانش حمله خود کرد، کار خود کرد. این محبت دنیاست که امروز برادرای ما و شما در پهلوی ما و شما ایستاده نماز جمعه نمیخوانند. این محبت دنیاست که امروز معرکه های ما و شما از معرکه های مشرک و از معرکه کافر هیچ فرقی ندارد. این محبت دنیاست. برای این دنیا شده شما دین و آیین تا نمیفروشین. برای این دنیا شده شما با یک برادر مؤمن محاربه میکنید. این معجزه پیغمبر بود. وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتن فتنه ها سر شد، جنگ ها بین مسلمان ها شروع شد، صدها هزار صحابه های پیغمبر بین مسلمان ها بین یکدیگر کشته می شدند. رسول اکرم گفتن از این من میترسم از شما، از دجال دیده از محبت دنیا بر شما میترسم. امروز محبت دنیا بر بسیاری بندگانش حمله خود کرد، کار خود کرد. این محبت دنیاست که امروز برادرای ما و شما در پهلوی ما و شما ایستاده نماز جمعه نمیخوانند. این محبت دنیاست که امروز معرکه های ما و شما از معرکه های مشرک و از معرکه کافر هیچ فرقی ندارد. این محبت دنیاست. برای این دنیا شده شما دین و آیین تا نمیفروشین. برای این دنیا شده شما با یک برادر مؤمن محاربه میکنین. این معجزه پیغمبر بود. وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتن فتنه ها سر شد، جنگ ها بین مسلمان ها شروع شد، صدها هزار صحابه های پیغمبر بین مسلمان ها بین یکدیگر کشته می شدند. رسول اکرم گفتن از این من میترسم از شما، از دجال دیده از محبت دنیا بر شما میترسم. امروز محبت دنیا بر بسیاری بندگانش حمله خود کرد، کار خود کرد. این محبت دنیاست که امروز برادرای ما و شما در پهلوی ما و شما ایستاده نماز جمعه نمیخوانند.